5 حیوانی که از چیزی که فکر میکنی خطرناکترن. شماره 5، پرنده کاسواری. این پرنده با پنجه‌های تیز و قدرتمندش میتونه با یک ضربه زخم‌های عمیق ایجاد کنه. شماره 4، اختاپوس حلقه آبی. با اینکه از کف دست هم کوچیک‌تره، زهرش میتونه باعث فلج شدن بدن و از کار افتادن نفست بشه. شماره 3، حلزون مخروطی. این حلزون با یک نیش زهرش رو مثل یک نیزه گوشی به شکار تزریق میکنه. شماره 2، ماهی سنگی. ظاهرش دقیقا شبیه یه سنگ معمولیه، اما اگه روش پا بذاری خارهای سمیش وارد پات میشن و ممکنه درد بسیار بدی داشته باشه. شماره 1 که از همشون خطرناکتره، اسب آبی. برعکس ظاهر مهربونش، با آرواره‌های فوق‌العاده قدرتمندش میتونه آسیب‌های بسیار شدیدی وارد کنه و یکی از خطرناکترین حیوانات بزرگ آفریقاست. کدومش بیشتر غافلگیرت کرد؟ توی کامنت ها برام بنویسش.